آج حالی میدی میکشیمتون بالا 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 تر حالی میشه باشی بود میاد خالی میری جانی دیگه زاقی کی همه چی که داره قاطی میشه کشبامون داره خالی میشه جنازه بو قاطی میده بلی بلی میزنیم با زمین یکی بشه جای لاستیکا روت بری بری به درک میمیری در تو جعب دلی بری نمیدونی جای ما رو میکشیم زامنا رو میزنیم با زمین قاسم ما رو آماده ایم میچکونیم ماشا رو روی جنازت میرقصم حالا حالا میزنیم و میری سر بالا به این کار میریم همه بالا روی جنازت میرقصم حالا حالا میزنیم و میری سر بالا به این کار میریم همه بالا شله 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 آقا زاده شده خودت گزنه تو کجا مجیر زمین ها شهر پر سوسه داره آتیش بگیره حوزه موزه انگاه همه کنکوری رشته تناب ملت تو رو دوری دوستان میخوای حرکتتون لطفا از اینجا هم مراعات کنید همونطور که گفتم بینتون هم فاصله نکنید یعنی در 2 ساعت حرکت کنید سپاسگزارم ببخش سرخورده هستم Für ein freies Leben. Schwarzer Rauch über Teheran, schwarzen Wolken, keiner läuft mehr davon. Die Tage sind stumm, keine Menschen im Wind. Doch muss sie nicht länger wie schlimm sein. Sind so Schweine an die Nacht. Die Taten haben die uns verbrannt. Das Volk steht auf, holt sich zurück sein Land. Freitagsreden am Feiern wurde keiner. Goldene Tone, die Elite immer reicher. Ayatollah, sieh die Menge vor dem Tor. Deine Mauern wirken hoch,
Shot for a slogan on a chalkboard. You mute the blood, boost the brand, turn our pain in the background. You got seats at the table of truth, but you look down when we reach out our hands. Your silence is violence. The hush is harder than sirens. Whole street shaking, shots in the night. You cut to where they skip over our fight. They killed 10,000 in the dark, buried our names, erased the charts. Still you say we're checking facts, while the regime rewrites the past. All eyes on our race. Your silence is violence. If you don't show the crimes, you standing on their side with us. About why you don't show what the regime hides. Bodies in the river, mothers outside. Film the smoke, but not who burns. You spin the story, twist the turn. میرمزم حالا میزنیم و میری سر بالا، به این کار میریم همه بالا، روی جنازت میرمزم حالا میزنیم و میری سر بالا، به این کار میریم همه بالا. شله آقازاده شده خودت کسته تو کجه مجه زمین های شهر پر سوسه داره آتیش بگیره حوزه موزه انگاه همه کنکوری رشته تناب ملت تو رو دوره کنه مال مای شبو لگت میزنیم باشی درا زیرت میزنیم که بری هوا چشات سیاه میرن چشم پوشی کن لباس عزا میبینی تیر نیست میبینی میریم و تیغ میغ میگیریم میکنیم تیز بیز میشینیم میکنیم ریز میمیریم توی جنازه. دوستان زمانی که میرسیم جلوی سفارت بچه‌های هنرمندمون پرفورمنس شاهنامه دارن که میخوام براتون اجرا کنم. من فقط اینو گفتم اطلاع بدم. Bek, Temula Musembek. 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 Bek, Dimulas Musembek. Bek, Temula Musembek. Bek, Temula Musembek. Temula Musembek. Temula Musembek. Temula Musembek. Temula Musembek. دوستان الان جای رسیدیم پرچم فلسطین رو آویزون کردن، برای همه یه هو بکشیدن که دوستان تصدیح میکنم پرچم فلسطین نیست، به من اطلاعات غلط دادن. یه دست قشنگ به افتخار خودتون بزنید. خب بگو قوی تر بگیم. بگ لیمولاس موسنبک. Bek, Temula Musembek. Bek, Temula Musembek. Bek, Temula Musembek. بلند Temula Musembek. Bek, Temula Musembek. Vivat Pahlavi. Vivat Pahlavi. Vivat Pahlavi. Vivat Pahlavi. Vivat Pahlavi. Vivat Vivat Pahlavi. Vivat Pahlavi. Vivat Pahlavi. Vivat Pahlavi. Vivat Pahlavi. Vivat Pahlavi. Lider midir İslami Republik? Lider midir İslami Republik? Down
آخرین نبرد پهلوی برمیگرده این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده این آخرین نبرد ما با جمهوری اشغالگر اسلامیه. از این رو این کلام رو به دست سفیر جمهوری اشغالگر اسلامی برسونید که هرچه زودتر سفارت رو تحویل ملت ایران بده. هستن گروه ما و بسیاری از افراد هستند اینجا که میتونن یه سفارت رو بدون هیچ گونه مشکلی تحویل بگیرن و تمام این اوباش جمهوری اشغالگر اسلامی باید با یک اماننامه از شاهنشاه از دادگاهی که در برابر ملت ایران براشون شکل خواهد گرفت در امان بمونن. چرا که در غیر این صورت اگر ما خودمون اینجا رو تحویل بگیریم با قوانین خود این پس فطرت ها محاکمه‌شون میکنیم، نه با قوانین دولت شاهنشاهی ایران، با قوانین خود این شارلاتان ها. این آخرین نبرد ما با جمهوری اشغالگر اسلامی خواهد بود. پاینده ایران جاوید شاه! جاوید شاه! جاوید شاه! جاوید شاه! جاوید شاه! جاوید شاه! جاوید شاه 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 جاوید شاه. Liebe Leute, es wird jetzt jemand zu uns sprechen, der uns national und international vertritt. Der setzt sich für uns ein und der schaut, dass Recht geschieht. Und zwar, das ist kein geringeres als der Nationalratsabgeordnete ÖVP Andreas Minich. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, liebe Freunde der Freiheit, liebe Freunde der Menschen, die im Iran so Furchtbares ertragen und erleben müssen. Vielen Dank, dass ihr heute alle wieder hier seid bei diesem wichtigen Marsch und bei diesem wichtigen Zeichen der Solidarität für unsere lieben Freunde im Iran. Danke, dass ihr hier seid. Danke, lieber Erfan, für das Wort und danke auch für die Organisatoren, die heute wirklich Großartiges geleistet haben. Ich möchte mich bei allen bedanken, die heute dieses wunderbare Nowruz, dieses Symbol für einen Neuanfang, für das Licht in die Dunkelheit kommt, heute so großartig symbolisieren, die sich wunderbar herausgeputzt haben in der Folklore-Tracht und die heute hier etwas ganz Besonderes präsentieren. Sie präsentieren den Iran so, wie wir uns den Iran immer erträumt und gewünscht haben. Wie der Iran seit Jahrtausenden von Jahren einer der wunderschönsten Länder dieser Welt auf dieser Erde sind. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute hier mit uns diesen Marsch gemeinsam begangen seid. Aber leider sind wir jetzt vor der Botschaft der Islamic Republic. Das ist die Endstation unseres Marsches heute und es ist wirklich schockierend. Ich habe es nicht glauben wollen, dass diese Woche 3 junge Männer, unter ihnen der Wrestling-Meister Sari Momadi, hingerichtet worden sind. Hingerichtet worden sind von dieser Diktatur der Islamic Republic. Schämen Sie sich, Herr Botschafter und alle Menschen, die hier in der Botschaft der Islamic Republic sind,
für diese Diktatur, für diese Hinrichtungen, über 600 Hinrichtungen zu diesen über 100.000 Toten, die seit dem 8. und 9. Januar im Iran passiert sind. Schämen Sie sich, packen Sie Ihre Koffer und gehen Sie weg von diesem Land. Ich hoffe, Sie hören das bis in die Botschaft. Wir wollen einen freien Iran. Wir wollen einen modernen Iran. Wir wollen einen säkularen Iran. Das ist, glaube ich, das Ziel, um das es heute geht. Und da gibt es eine Vision, eine großartige Idee des Friedens, der Zukunft, der Hoffnung. Und diese Vision heißt Cyrus Accords. Reza Pahlavi hat die Idee der Cyrus Accords vor 2500 Jahren. King Reza Pahlavi! 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 Reza Pahlavi hat diese Vision mit den Cyrus Accords. Diese Cyrus Accords sollen der Garant und der Plan sein, diesen wunderschönen Iran wieder modern und säkular neu auszurichten, als Demokratie mit fairen demokratischen Wahlen und mit einer Zukunft, mit einer Hoffnung für all die Menschen, die heute im Iran leben, soll Großes passieren. Und deswegen ist dieses Nowruz Mubarak so wichtig, dass es heute auch diesen Neuanfang darstellen soll. Wir können nur alle hier einen Mann unterstützen, Reza Pahlavi. Er hat den Plan, er hat die Idee, er macht die Cyrus Accords, dass Israel und Iran wieder Freunde werden. Genauso wie es vor 2500 Jahren schon von Cyrus the Great gemacht worden sind. Und das iranische Volk mit dem jüdischen Volk eine wunderbare Beziehung gehabt haben. In diesem Sinne möchte ich mich nochmal bei euch allen bedanken, dass ihr heute hier mitgekommen seid und hier ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen im Iran setzt. Dieses Regime, dieses Islamic Republic Regime, das auf die eigenen Menschen schießt, das die eigenen Menschen brutalst ermordet, das die eigenen Menschen kaputt macht. Dieses Islamic Republic Regime hat jede Legitimität verloren. Nieder mit der Islamic Republic! Wir brauchen Hoffnung, wir brauchen Zukunft und die kann uns Reza Pahlavi als der Mann, der diese Transition für diesen friedlichen Übergang bringen kann. Die nächsten Tage werden entscheidend sein. Bitte unterstützen wir in den nächsten Tagen die Menschen im Iran, sind wir ihre Stimme, damit alle hören, welcher Neuanfang, welcher Umbruch hier passiert. In den Medien wird leider viel zu wenig darüber geschrieben. Deswegen ist jeder einzelne von euch heute hier so wichtig, dass wir der Multiplikator sind, dass wir die Geschichte überall richtig erzählen, die Geschichte von einem neuen Anfang.
In diesem Sinne unterstützen wir die Menschen im Iran, unterstützen wir Reza Pahlavi. Javid! 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 Payande! Iran! Payande! Iran! Payande! Iran! Vielen Dank! King Reza Pahlavi! 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 پیش از شروع خوانش شاهنامه فقط یک نکته رو بگم. من هرگز گمان نمی کردم داستان مرگ ضحاک رو در برابر سفارت اشغالی ایران توسط جمهوری اسلامی بخونم و این افتخار بسیار بزرگی است برای من به نمایندگی از تمام فرزندان ایران که صدای شاهنامه و اصالت ایران رو اینجا فریاد بزنم. از همه شما میخوام قدری با من صبوری کنید تا داستان مرگ ضحاک رو با بلندترین صدا به گوش این مردمان پلید برسانیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. درود بر شما مردمان ایران زمین، پارسی زبانان و نجیب زادگان. اینک ققنوس که همزیست شماست از دیرباز، برایتان روایتی دارد از روزگار باستان. داستان تولد دوباره ایران، آن هنگام که ایران زمین در تاریکی فرو رفت و آنگاه که با صدای عدالت خواهی قلب‌های گم شده راه نور را باز یافتند و در نهایت ایران زمین همچون ققنوسی از خاکستر خود دوباره متولد شد. پاینده ایران! بدانید که پادشاهی ضحاک 1000 سال بود. چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد 1000. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگار دراز. نهان گشت کردار فرزانگان، پراگنده شد کام دیوانگان. هنر خوار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز به راز. اما شبی از شبهای سیاه حکومت ضحاک او خوابی عجیب دید، خوابی که ما به خوبی می‌دانیم چه کسی در زیر زمین شبهای خود تکرار کرد. چنان دید که از شاخ شاهنشهان 3 جنگی پدید آمدی ناگهان. 2 مهتر یکی کهتر اندر میان، به بالای سرو و به فر کیان. کمر بستن و رفتن شاهوار، به چنگ اندرون گرزه گاوسار. دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ، نهادی به گردن بلش پالهنگ. همی تاختی تا دماوند کوه، کشان و دوان از پس اندر گروه. بپیچید ضحاک بیدادگر، به دریدش از هول گفتی جگر. یکی بانگ زد بر به خواب اندرون، که لرزان شدن کانه سرستون. از آن پس ضحاک به دنبال تعبیر خواب خود رفت. هیچ معبری جرأت تعبیر خواب ضحاک را نداشت در آن فضای خفقان آلود و سیاه. تا عاقبت فردی رشادت به خرج داد و خواب ضحاک را تعبیر کرد. از آن نامداران بسیار هوش،
یکی بود بینادل و تیزگوش، خردمند و بیدار و زیرک به نام، که از آن موبدان او زدی پیشگام. بدو گفت پردخته کن سر ز باد، که جز مرگ را کس ز مادر نزاد. جهاندار پیش از تو بسیار بود، جهاندار پیش از تو بسیار بود، که تخت مهی را سزاوار بود. فراوان غم و شادمانی شمرد، برفت و جهان دیگری را سپرد. اگر باره آهنینی به پای، سپهرت بساید نمانی به جای. کسی را بود زین سپس تخت تو، به خاک اندر آرد سر و بخت تو. کجا نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود. شاه 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 ضحاک به دنبال فریدون کوچه به کوچه، خانه به خانه می گشت، غافل از آنکه فریدون در دامدی مادری پاک سرشت از ایران زمین به دنیا آمد و بزرگ شد و رشید شد و داستان مرگ پدرش و پدرانش و اصالتش را باز شنید. ضحاک برای حفظ حکومتش تمام بزرگان ایران زمین را به اجبار فراخواند تا اعترافی اجباری بگیرند. ببینید تمام ضحاک های جهان مثل هم. ز هر کشوری مهتران را بخواست، که در پادشاهی کند پشت راست. از آن پس چنین گفت با موبدان، که ای پرهنر با گهر بخردان، مرا در نهانی یکی دشمن است، که بر بخردان این سخن روشن است. همی زین فزون بایدم لشکری، هم از مردم و هم ز دیو و پری. یکی محضر اکنون بباید نوشت، که جز تخم نیکی سپهبد نکشت. نگوید سخن جز همه راستی، نخواهد به دادن درون کاستی. ز بیم سپهبد همه راستان، بر آن کار گشتند هم داستان. بر آن محضر اژدها ناگزیر، گواهی نوشتند برنا و پیر. و در این هنگام صدای عدالت خواهی فردی بلند شد. همانگه یکا یک ز درگاه شاه، برآمد خروشیدن دادخواه. ستم دیده را پیش او خواندند، بر نامدارانش بنشاندند. بدو گفت مهتر به روی دژم، که برگوی تا از که دیدی ستم. خروشید و دست زد بر سر ز شاه، که شاها منم کاوه دادخواه. پاینده ایران، پاینده ایران، پاینده ایران. تو شاهی وگر اژدها پیکری، بباید بدین داستان داوری. که گر هفت پیکر گر هفت کشور به شاهی تو راست، چرا رنج سختی همه بهر ماست. شمارید با من بباید گرفت، بدان تا جهان ماندن در شگفت. سپهبد به گفتار او بنگرید، شگفت آمدش کان سخنها شنید. بدو باز دادند فرزند او، به خوبی بجستند پیوند او. و این طور گمان کرد که از هر پدر و مادر دلیری میتوانند اعتراف اجباری بگیرند و میتوانند همه ما را ساکت کنند. اما کاوه دلیر مردی بود، شجاع از خطه ایران زمین. خروشید که پای مردان دیو، برید دل از ترس گیهان خدیو. همه سوی دوزخ نهادید روی، سپردید دلها به گفتار اوی. نباشم بدین محضر اندر گواه، نه هرگز براندیشم از پادشاه. خروشید و برجست لرزان ز جای، بدرید و بسپرد محضر به پای. و این گونه بود که کاوه به بازار رفت، و ایرانیان گرد او جمع شدند.
از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای. همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گه ز دیوار برخاست گرد. خروشان همی رفت نیزه به پیش، خروشان همی رفت نیزه به پیش. کسی کو هوای فریدون کند، کسی کو هوای فریدون کند، دل از بند ضحاک بیرون کند. بدانست خود تا فریدون کجاست، سرندر کشید و همی رفت راست. و این گونه بود که مردمان ایران زمین در روزگار باستان با فریاد عدالت خواهی به دور فریدون حلقه زدند و فریدون زمانشان را به قصر شاهی بازگرداندند. شاه 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 شاه. همچون امروز زمانی که لشکر فریدون شهر را تسخیر کرده بود و ضحاکیان با شبیخونی قصد شکست او را داشتند، مردمان ایران زمین برخاستند در قیامی بزرگ به حمایت از فریدون زمان خود. همه بام و در مردم شهر بود، کسی کش ز جنگاوری بهر بود. همه در هوای فریدون بودند، همه در هوای فریدون بودند که از درد ضحاک پرخون بودند. شاه 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 شاه. به شهر اندرون هر که برنا بودند، چه پیران که در جنگ دانا بودند، سوی لشکر آفریدون شدند، ز نیرنگ ضحاک بیرون شدند. و این گونه فریدون ضحاک را به بند کشید و ایرانیان از شر حکومت پلید و اهریمنی او نجات یافتند. از او نام ضحاک چون خاک شد، جهان از بد او پاک شد. و اینک شما نجیب زادگان که در گرداگرد جهان همچون کاوه فریاد عدالت خواهی برآوردید، دست در دست فریدون زمان خود دهید تا خاک پاک ایران را به شکوه و عظمتش بازگردانید. پاینده باد پرچم شیر و خورشید ایران، پاینده باد ایران و ایران زمین، پاینده باد شاهنشاهی